اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم و 12 امام از وی دارم. همان پیغمبری که در کتابهاشون اومده بود در منطقه کجا رو حکومت خواهد کرد؟ مدینه. جالب نیست برای شما پیغمبری که مکی است، از قریشی مکی ها خوب میشناسنش، خاندانشون میدونن چه انسان‌های شریفی بودن و وضعشون خوب بوده، احترام داشتن، بودن ویژگی‌های بنی هاشمه. چی میشه که تو مکیش که پیغمبر قبول نمی‌کنه، مدینه‌ای قبول می‌کنن؟ چون گوش مدینه‌ای پر بود از این که پیغمبر آخر زمان خواهد آمد. پیغمبر آمد. پیغمبر آمد همانطور که یاد بود، همان پیشبینی ها صحیح مولا بردش نده، همان قیافه، همان قد و قواره، از همان نسل ابراهیم. درسته؟ از نسل ابراهیم هست. منتها یه خورده فرق داشت. به جای از نسل اسحاق از نسل کی آمد؟ اسماعیل. و اینکه در کتاب تورات داریم باب 17 آیه 20-21 خدا گفت به تحقیق زوجت سارا برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم ساخت با ذریت او بعد از او عهدی باشد. و اما در خصوص اسماعیل تراجعات فرمودند اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم و 12 امام از وی دارم. از این واضح تر که 12 امام ببره چیکار باید بکنه ها؟ این بود پیغمبر رو نپذیرفتند. همان پیغمبری که در کتابهاشون اومده بود در منطقه کجا رو حکومت خواهد کرد؟ مدینه. دوازده امام این عزیز دلم شیعه امام تو کلاش در نیورده، از قبل منتظر بودن اون 12 امام. في المغرب خير عمر المختار للغساة طاهر وابن باديس وأبطال الجزائر في السماء كانوا للعز شموسا. إن للأبطال